خب سلام افغانستان، وقتت بخیر. دوباره یک نمایشگاه دیگه داریم. هنوز زیر کار هست. اینجا مارکت تکنولوژی امارات هست تو شهر زیبای جلال کنار مارکت میوه J7 اگه اشتباه نکنم. تاریخ 24 می تقریبا یک ماه دیگه اینجا نمایشگاه است. مدت 3 روز میزبان مردم از جلال هستیم، یعنی مردم از جلال میزبان ما هستن. بریم مارکت رو بهتون نشون بدم که قراره چطوری بشه. اگه دوست داشتیم برنامه‌ریزی بکنیم تشریف بیاریم ما در خدمت. داود ما بیا این طرف نشون بده. مارکت هایی که می‌بینید به همین اندازه بزرگه، کامل این قسمت ها شیشه میشه، دروازه ورودی هم شیشه است. خیلی به اینجا یه کار خوبی که کردن، خیلی به نور اهمیت دادن. یکم بیا نزدیک‌تر، بالا رو نشون بده. این قسمت نورگیری که گذاشتم می‌بینید همچنان داره ازش بارون میاد. نور طبیعی هم داره اینجا و تمام این آلکوبانا و قسمتاش نور پردازیش فکر شده است. خیلی کار اتفاق مثبتیه واقعا. بریم بالا رو نشونتون بدم. من یه موقعی تو ایران سنگبری میکردم. این سنگای اسلبو رو توی عربا جوری که کار میکنن پشت این دوغاب نمیریزن. 5 سانتی فاصله داره از دیوار، با چسب کار میشه، پشت سرش گروپ کار میشه. حالا این نور آبی رنگی که میبینین این پشت این سنگ‌ها هیچی دوغاب نیست. داود بیا بالا. اینجا یه لابی خیلی بزرگ داریم، بیادران هم مزاحمشون نشین. این قسمت لابی به این بزرگی، دکان‌ها اینقدر بزرگ و این یه فرصت خوبه. هنوز که هنوزه اجاره نشده این دکان‌ها. اگه کسی میخواد که تو شهر جلال آباد تو کار تکنولوژی، موبایل، کامپیوتر فعالیت بکنه، هنوز این دکان‌ها اجاره نشده و میتونین اجارهش بکنین. این فضا احترام گذاشته شده به راحتی مشتری. این فضا رو جوری اتاق نکردن که صرفاً تو فکر اجاره باشن. برای ساختن یه تجربه خوب مشتری وقتی میاد میخره صرفاً دنبال این نیست که یک موبایلی بخره، یک کامپیوتری بخره. میخواد این رو یک تجربه دلانگیز بکنه، بچرخه تو این محیط. و نور خیلی مسئله مهمیه. اینجا رو بگیر داود. این فضا تراسی است که برای مشتری اگه میخوان استراحت بکنن، چیزی میخوان میل بکنن، اینجا در خدمتشون هست و این قسمت خوشبختانه اجاره داده نشده و امیدوارم این کارم نکنن، اینو نگه دارن برای ریلکس کردن مشتری‌ها. ممنون از اینکه تا اینجای ویدیو با ما همراه بودین. لطفاً این ویدیو رو لایک کنین، شیر کنین. این خیلی کمک بزرگی به ما میکنه و تا ویدیو بعدی خداحافظ.